الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الفضل عباس ابن العبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. حضرت عباس ابن عبدالمطلب میگوید باری از پیغمبر خدا پرسان کردم: ای حبیب خدا، برای من یک دعای تعلیم کن تا که همیشه از پروردگارم همون دعا را خواهش کنم، مسئلت کنم. قال: صل الله العافیه. عباس گفت از پروردگارت عافیت را طلب کن. فمکثت ایاما ثم قلت یا رسول الله علمني شيئا اسأله الله تعالى. قال: يا عم رسول الله يا عباس صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. از بین چند روز گذشت، باز نزد پیغمبر خدا آمدم، گفتم ای حبیب خدا، برای من یک دعای تعلیم کن تا که از پروردگار این دعا را دائم طلب کنم. حضرت گفتند ای عمکی من، حضرت عباس این عم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، عمکی پیغمبر بود، فرزند عبدالمطلب بود. گفته عمک گفت از پروردگارت گفت فقط عافیت را در دنیا و در آخرت طلب کن. شارحای حدیث میگویند عافیت این تن صحت است. بعض شارحای حدیث میگویند عافیت این مغفرت گناه است. از این خاطر ما هم در آغاز صحبت از پروردگار مسئلت داریم، خواهش داریم و دعا به سوی پروردگار میکنیم که خداوندا گناهان ما بندگانت را مغفرت بگردان و خدای مهربان بدنهای ما را سالم و صالح نگه بدار و خدایا در دل همه ما بندگانت محبت خودت را، محبت اسلام و قرآنت را خدایا جایگیر بگردان و خدای مهربان غیرت ما مسلمان ها را باز هم بلند بگردان و خدایا دین اسلام را بالای همه ادیان های باطله و منسوخه غالب و استوار نگه بدار و خدای مهربان در هر جایی که یک مسلمان مظلوم است خدایا اونها را از ظلم ظالم ها خلاص بگردان و خدایا جمهوری ما را هم روز به روز زیبا و آباد بگردان. از سرور دولت ما را هم خدای مهربان که برای آبادی این جمهوری ما سعی و کوشش دارد، خدا عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش گردانی. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که بعد آن وعده که به شما کردیم که 3 یا 4 جمعه، اگر چند که یک جمعه از وعده ما زیادتر شد،
از همه شما بخشش و امروز هم که باشد خدا را شکر که اگر عمر ما و شما باقی باشد، تن ما و شما صحت باشد، باز صحبت های ما و شما بردوام می شود و از نام تمام آن برادرانی که ما همنشینی کردیم، چه مردم ورزاب و چه مردم خوجند و قیراقوم و مسچاه و اوراتیفه و هر جایی که البته دعوت ما کردند، مهمانداری کردند و به همه شما باز سلامم روان کردند. خداوند نگهشون دارد، خیلی مردم خوب، مردم مهمان نواز، مردم خوش معامله بودند. لیکن راستی بار در حالتهایی که ما در طبابت خانه بودیم، یعنی گوییم در اصل یعنی بیمار هم بودیم، اگر چندی که ما در بین شما موعظه هامان دوام می دادیم و کسی شکایت هم نمی کردیم، زیرا هر یک درد و هر یک غم به خودش اجر دارد، ثواب دارد. در همون دوام بسیار زنگ ها و برای ما میشد سوال جواب ها و بسیار یک خبرهای می آمد که باور که انسان حیرت ده میمان، که مثال حاجی میرزا از کولاب گریخته است، یا حاجی میرزا مثال پاکستان رفته است، امریکا رفته است. من باور که حیرت ده میمانم این آوازه ها برای کی لازم است؟ برای چی ما میگریزیم؟ چرا میگریزیم؟ چی کردیم؟ الحمدلله نه در حکومت جنایت داریم، نه در قانون شریعت جنایت داریم، هیچ جنایتی نداریم. اینقدر الحمدلله شاید که ما فرق کنیم از دیگرها به این که آن چیزی که حقیقت است از اسلام، این وظیفه من است که به گوش شما من رسانم. و شما فراموش نکنین که این راهی که انسان پیش میگیرد، راه دعوت، راه تبلیغ، این هیچگاه از فشار و مشقت خالی نیست. این هیچگاه خالی نیست. سئل عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الناس اشد بلاء. پیغمبر خدا پرسان کردند ای حبیب خدا، سختترین بلا در بالای کدام مردم است؟ رسول اکرم چی گفتند؟ الانبیاء ثم الصالحون فالامثل والامثل. حضرت گفتند سختترین بلا گفتند بالای پیغمبر هاست. بعد از آن گفت سختترین بلا با آدمان صالح، آدمانی که حقیقت به گوش مردم میرسانند. سختترین بلا گفت بالای اونها البته به البته می آید. فرزند حضرت مسعود رضی الله عنه میگوید انظروا کأنی یحکی رسول الله صلی الله علیه و سلم نبیا من الانبیاء صلوات الله و سلامه علیهم. اچه حضرت مسعود میگوید باره میگوید در حضور رسول اکرم بودیم که حضرت میگوید یک حکایه کردن، پیغمبر خدا یک حکایه کردن من الانبیاء نبیا من الانبیاء، یک پیغمبر پیشینه را، یک پیغمبرهایی که پیش از رسول اکرم گذاشتگی بودن، حکایه اونها را میگه در بین ما کرد. میگه وقتی رسول اکرم این حکایه را میکرد، میگفت که اون پیغمبری که در بین قوم بود ضربه قومه، قومش زدنش. وقتی که وای حقیقت گفت، وقتی که مردم از شرک و خرافات و بدعت منع کرد، مردم مصلحت کردند و یک جایه شدن. این پیغمبر را چیکار کردند؟ پیغمبری که نماینده پروردگار در روی زمین است،
پیغمبری که جبرائیل نزد او می آید همین قومش زدن. میگوید وقتی این پیغمبر قوم زد، پیغمبر چیکار کرد؟ چی معامله نشان داد؟ یمسح الدم عن وجهه و یقول اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. این پیغمبر میگوید وقتی زدن چهره هاش پر از خون کردن، بینی و دهان پر از خون شد. یمسح الدم، حضرت برآوردن روی مالچه و چهره های پر از خونی روی و بینی و دندانش پاکیزه کردند و به سوی پروردگار طهارت کردند و دست برداشتند گفتند اللهم اغفر لقومی، خدایا همه قوم مرا مغفرت کن، فانهم لا یعلمون، زیرا اینها چیزی نمیدانند. این معامله پیغمبر با قومش بود، خدایا مغفرتشان کن زیرا اینها نمیدانند. این زدن و این فشار و این تحقیری که بالای من آوردن، این به سبب نادانی است. گفت خدایا اینها را مغفرت کن. این بود معامله پیغمبر نسبت قومش، نسبت آن قومی که اونها را آزار میداد، مشقت میداد. ندیدم هیچ یک شایسته خوی و دنیا زیسته باشد به عدوی. حضرت میگوید ندیدم هیچ یک پیشوایی که اگر حقیقت به مردم گوید وی آزار ندیده باشد، عذاب نکشیده باشد، این خیل پیشوا را من ندیدم. گفت ندیدم هیچ یک شایسته خوی به دنیا زنده باشد به عدوی. در دنیا زندگی کرده باشد و دشمن نداشته باشد، این خیلچگو من یاد ندارم. نه گل بیخار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرتان صبر میکنیم، انشاءالله در صبر همه مراد حاصل میشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید اذا اراد الله بعبده خیرا عجل له العقوبه. اگر وقتی که خواهد پروردگار که یک بندش اجر دهد، مکافات دهد، خیلی وی در عقوبتش گرفتار میکند، عذاب و مشقت زیادش میارد. مقصد پروردگار چی است؟ دادن اجر، دادن مکافات است. از این خاطر باید که ما و شما در هیچ فشار، در هیچ تحقیر روح افتاده نشویم. باید ما و شما صابر باشیم. باید ما و شما ورقی دوره رسول اکرم ورق میزنیم از کردارهای اونها، از مشقت و عذاب صحابه ها. باید ما و شما چیکار کنیم؟ با خبر شویم و در این راه ما و شما صبر کننده باشیم. من در هیچ حدیث پیغمبر خدا ندیدم که کسی اگر کتابخوان شود، کسی اگر عالم شود، کسی نمازخوان شود، تا آخر زمان وی در راحت باشد. این شما ندیدیم. انشاءالله برای ما و شما راحت. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. این دنیا برای مسلمان سجن است، زندان است. ما برای خودمان گلزار داریم، ما برای خودمان یک چمنزار داریم، ما برای خودمان یک دنیای داریم که غم ندارد، دنیای داریم که جوانیش پیری ندارد. اون برای ما و شما منتظر است. بسیارتر باور کنین ما را همین آوازه ها خیلی مانده میکند. ایلا چیزی نیست، الحمدلله همه خوب است. خواستم امروز در بین شما آیت را از سوره انفال که آیت های 3 و 4 او هست تحلیل کنم و بعدا خدا خواسته باشد جمعه های آینده باز موعظه های ما و شما با ترتیب همان موضوع هایی که داشتیم انشاءالله صورت میگیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات و مغفره و رزق کریم. صدق الله العظیم. در این آیت مبارکه که از سوره انفال است، پروردگار به تمام مردم جهانیان روی دنیا اعلان میکند، میگوید آیا میدانید که مؤمنها کیا هستند؟ اولئک هم المؤمنون حقا. میدانید که مؤمنهای حقانی کیست؟ مؤمنهای حقانی کیها باشند؟ الله میگوید اگر کدام بنده 5 صفت داشته باشد وی مؤمن حقانی هست. مؤمن حقانی نفری بود است که 5 صفت داشته باشد. اگر در دوام صحبت ما و شما اگر از این 5 صفت درکدار شدیم و اگر در ما و شما یکی از این صفت ها یافته شود، یقین دانیم که ما مؤمن حقانی نبوده ایم. ما مؤمن حقانی نبوده ایم. باید برای پیدا کردن این 5 صفت ما و شما باید کوشش کننده باشیم. اینا چه ها باشند؟ انشاءالله من با ترتیب این 5 صفت را بهر شما خبر میدهم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یکم صفت الله میگوید یکم صفت مؤمنها این است که هر وقتایی که اگر در حضور اونها، در پیش اونها یاد پروردگار کرده شود، امرهای او خوانده شود، از آن چیزی که نهی کرده است پیش مردم گفته شود، وجلت قلوبهم، دلهای اونها میترسد. یکم صفت مؤمن انا همین بود است که وقتی که اگر آیت قرآن در پیش اونها تحلیل کرده شود، امرها و نهی پروردگار به سمع اونها رسانیده شود، دلهاشان میترسد، دلهاشان میلرزد. یکم صفت مسلمان انا همین است. شما برادرای عزیز از یک چیز دیگر آگاه باشید. اسلام مراتب دارد، اسلام مقام دارد. مقام اسلام به 3 تقسیم می شود: اسلام، ایمان، احسان. 3 مراتب است، 3 مقام است: اسلام، ایمان، احسان. اگر مبادا ما و شما را سوال کنند اسلام چیست، شما باید در جواب گویید الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحید. اسلام این است که شخص باید که با کلی خودش را در اختیار پروردگار دهد. اسلام انا همین است که انسان خودش را کاملا در اختیار پروردگار می سپارد. تسلیم است، تسلیم در امرهای پروردگار است. اینا میگویند اسلام. اسلام باز 5 رکن دارد، 5 رکن دارد: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. یکم رکن اسلام انا همین است که انسان گواهی دهد که خدا یک و یگانه است، محمد بنده او، فرستاده او، پیغمبر اوست. و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان. حضرت گفتند دویم رکنش همین است که دویم رکن اسلام ما و شما این 5 وقت نماز خواندن است. سوم رکن او مالدار باشیم، زکات دادن است. 4م رکنش مالدار و استطاعت و قوت داشته باشیم، حج کردن است.
پنجم رکنش همین است که ماه مبارک رمضان روزه داشتن است. اسلام ما و شما فهمیدیم. مختصرا ایمان چیست؟ ایمان این تصدیق به قلب است و گواهی بر زبان است و عملی با جوارح است، عملی با اعضاها انجام دادن است. ایمان 6 رکن دارد: ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و بالیوم الاخر و بقدر خیره و شره. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. 6 رکن دارد. ایمان این است که اولا ما و شما ایمانی به پروردگار داشته باشیم، ایمانی به ملائکه های او داشته باشیم، ایمانی به کتاب های او داشته باشیم، ایمانی به روز آخرت داشته باشیم، ایمانی به نیکی و بدی از جانب پروردگار است. این مختصرا در باب ایمان است. انا همین ایمان مؤمن از اینها باید که برخوردار باشد. این حدیث جبرائیل هم که حدیث مشهور است که راوی عمر ابن الخطاب است، حکایت کرد که زمانی که ما نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با توده صحابه نشسته بودیم، به ناگاه یک مرد خیلی سفید پوشیده و خیلی موی سرش سیاه بود حاضر شد، پیدا شد. لا یرا علیه اثر سفر. حضرت گفتند تماما به مسافر مانند نبود. مسافر شخصی می شود که وقتی از راه که آمد یک عرق بدن دارد، یک گرد و چنگ در لباسش دارد، لیکن این مرد لباس سفید، این مردی که موی سرش خیلی سیاه بود، از ما کسی او را نمی شناخت و به مسافر هم مانند نبود. وقتی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشست، چگونه نشست؟ فاسند رکبتیه الی رکبتیه، زانوهاش میگه به زانوهای پیغمبر خدا چسبانید. و وضع یدیه علی فخذیه، دستهاش این مرد میگه در بالای رانهای پیغمبر خدا گذاشت و گفت مل اسلام، اسلام چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اسلام این است که آن 5 چیزی که ما تکرار کردیم. دوم از ایمان پرسید. حضرت آن چیزی که از حدیث من الحال خواندم ان همین تکرار کرد. وقتی رسول اکرم جواب میگفت او میگفت صدقت، راست گفتی. حضرت عمر میگو تعجب کردیم، هم سوال میدهد هم جواب میگرداند. در آخر پرسید مال احسان، احسان چیست؟ رسول اکرم ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. وقتی این سخن رسول اکرم گفت، میگوید این مرد سفید پوش چی گفت؟ گفت راست گفتی، و از جای خودش خیست و ناپدید شد. رسول اکرم گفت آیا شناختین این کی بود؟ گفتم نه، الله و رسول او داناست. گفت این جبرائیل بود، آمد برای شما اسلام و ایمان و احسان تعلیم داد که الحال ما و شما آگاه شدیم. خداوند میگوید مؤمن کیست؟ کسی هست که در محضر او، در پیش او وقتی آیت قرآن خوانده می شود، احکام و ارکان الهی گفته می شود، دل او می ترسد، دل او ترسان از دلش می ترسد. البته برادرای عزیز، ما و شما باید از پروردگار ترسیم. وقتی حکم پروردگار در پیش ما و شما خوانده شد، باید برای عملی کردن او کوشش داشته باشیم، با بازم عمل کردن من باز از پروردگار من ترسان باشیم. زیرا خود الله در قرآن در سوره بقره و ما و شما و ایای فرهبون، در دیگر جای قرآن و ایای فتقون، فقط و فقط از من بترسید. فقط شما باید از پروردگارتان ترسید. الله این برای ما و شما سپارش داده ایستاده است.
و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. الله میگوید در سوره نازعات است، پاره 30 قرآن است، کسی از پروردگارش میترسد برای او جنت است، برای او جنت است. بهترین مقام، بهترین مکان جنت است برای شخصی نصیب می شود که وای از پروردگارش می ترسد. عبدالله فرزند حضرت عمر می گوید باری به صحرا رفتم. من یک قصه از ترس حضرت عبدالله ابن عمر که از یک غلام، از یک چوپان را حکایت می کند برای شما می رسانم تا که ما و شما از این قصه ها گوش کردن عبرت گیریم. اینا را فقط گوش کردن لذت بردن نیست، بلکه فقط گوش کنیم و مثل اونها باید که عبرت گیریم. در هر جای باشیم باید از خدا ترسان باشیم. حضرت عبدالله میگوید همراه میگه یارانم رفیقانم به صحرا برآمدیم. در اثنای راه میگوید گرسنه ماندیم. به همنشینهای خود، با رفیقان خود سفارش دادم که دسترخوان را پرتایید. وقتی میگوید دسترخوان در نزد من پرتافته شد، به ناگاه نگاه کردم که یک رمه گوسفند با صاحب با یک چوپانش از پیش ما گذر کرد. میگوید این چوپان را من استاد کردم، من کردم، گفتم نزد من بیا، ما گرسنه هستیم، چی می شود که از همین گوسفندهایت یکی آنها را ذبح کنیم، یک جایه با تو تناول کنیم. او برادر عزیز من روزدار هستم. گفتم در این صحرای گرم، در این هواهای خیلی حرارتش بلند روزه گرفتی؟ گفت روزه های قرضی داشتم، روزه هایی که پیش خوردگی بودم آنها را قضا داشته ایستاده‌ام. گفتم خیلی میلش، بیا یک گوسفند بهر ما ذبح کن، بگاهی یک مقدار او را با برای تو میدهیم، تو افطار میکنی. اگر این چوپان گفتن من، ای برادر عزیز، گفتن من چوپان هستم، من غلام هستم، من دستنگر هستم، من مولا دارم، من با خود سردار دارم، این گوسفندها مال سرداری من است. عبدالله میگوید برای امتحان من وی پیشنهاد کردم میلش صاحب تو که در اطراف ما نیست، بیا یکی از اینها را ذبح میکنیم، نزد صاحبت بگو که گرگ وی را از بین برد. این غلام میگوید به طرف حضرت عمر نگریستند و آب چشم کردند، گفتند در حقیقتا گفتند مولای من وجود ندارد، فعین الله، الله کجاست؟ مولا که وجود ندارد، مولا که درک ندارد. اگر مولا را گویم که نصف رمه تو را گرگ ها بردن باور میکند، لیکن فعین الله، پروردگار کجاست؟ خدا چی میگوید؟ عبدالله میگوید چنان این سخن غلام برای من خوش آمد، چنان سخن این آدم عادی برای من خوش آمد که تکراری به تکرار این الله، این الله میگفتند. الله در کجاست؟ الله در کجاست؟ وقتی میگوید حضرت عبدالله میگوید من به شهر آمدم خدا ترسی، این گفت چنان مرا در رغبت آورد که نزد سردارش رفتم و گفتم همون مالی که تو در بیشه داری مالی تو؟ گفت بله مالی من است. گفتم همون مالت همراه غلامت چند پول میستد؟ گفت فلان مقدار میستد. میگوید آن پول من پیدا کردم، در دست این مولا دادم، رفتم نزد غلام گفتم از این روز اعتبارا تو آزاد هستی و همه این گوسفندها در اختیار تو، مالی تو هستند، زیرا تو نفری هستی که از پروردگار میترسی. میرسیم به آیت سوره طلاق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار میگوید کسی که از من میترسد یجعل له مخرجا، از همه مشکلات وی میبراریم. در هر حالتی که نباشد ما او را از حالتهای پستی بالا میبریم. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پروردگار در همین سوره طلاق میگوید
از جای ریسک میدیم آدم خدا ترسکی در گمانش نیست، در فکرش نیست. آیا این غلام باوری داشت که از غلامی آزاد شود، یک رمه گوسفند صاحب شود؟ نه، در گمانش نبود. یکی مادام ترس خدا که در دلش بود، حضرت عبدالله این مال و گوسفند و همه را خرید برای همین غلام تسلیم کرد. به خاطر چی؟ به خاطری که وای از خدا می ترسید. دورهای حضرت عمر بود رضی الله عنه. یکی از همنشینان خود که حضرت سعید ابن عامر بود، میگوید در یک شهر او را برده ما میری شهر گذاشتیم. از بین یک مدت گذشت و مردم از بالای سعید ابن عامر شکایت کردند. گفتن ای عمر، گفتن این میری شهری که بهر ما روان کردی، از کار ایره خالی کن. حضرت عمر میگوید به خودم خیلی پشیمان شدم که من اینقدر فراست بلند داشتم. من آدم شناس بودم، من شخصیت ها را میشناختم که کیها لیاقت کار دارن، کیها ندارن، کیها از خدا میترسن، کیها نمیترسن. همین فراست حضرت عمر میگوید من داشتم. لیکن من باوری کامل داشتم که سعید ابن عامر یکی از خدا ترس ها بود. چی شد که مردم بالای این شکایت کردند؟ میگوید فریاد کردم سعید ابن عامر همراه همون قومی که بالا شکایت کردن فریاد زدم. گفتم بهری چی این شخص من از کار گیرم؟ گفتن این سه کردار دارد، سه کار ناخوب دارد. یکم این که سحر دیر گفت به کار می آید، به جای کاریش خیلی ساعتی دیر می آید کار می آید، به جای کاریش خیلی ساعتی دیر می آید. دوم، شب اگر هر شکایتی که باشد شکایتی شب قبول نمی کند. سوم، در یک ماه یک روز تعطیل دارد که تماما در کار نمی براید. حضرت عمر گفتن بیایید، گفتن از حضرت سعید ابن عامر می پرسیم، سوال دهید جواب می گیرید. کنی چرا این سحر برای کار رفتن دیر می رود؟ گفتن ای سعید، چرا سحر به جای کار دیر می روی؟ چرا در ساعت 8 در جای کارت نمی شوی، ساعت 10 روز تو به کار می روی؟ حضرت سعید گفتن ای امیر المؤمنین، ای عمر، گفتن در خانه گفتن زن دارم که معذور هست، زن دارم که دردمند هست، کار میکند، بالای پا قدم میزند، لیکن از همه کارهای خاندان از عهده‌اش نمی براید. در برابر زن خود از سحر میخیزم، آن کارهایی که یک روزه از همگی را با همراه زن خود انجام میدهم و بعدم به کار میروم. حضرت عمر گفتن شنیدید؟ آیا کاری که حضرت سعید ابن عامر میکند غلط است؟ گفتن برای زن خود خدمت میکند، زن خود دستیاری میکند، آیا کاری نادرست میکند؟ قوم میگوید خاموش ایستادند. گفتن دوم این که شبها اگر نزد دروازش میرویم شکایت قبول نمیکند. حضرت سعید پرسیدن چرا شکایتی شب قبول نمیکنی؟ گفت خواستم که اینه پوشیده نگه دارم، لیکن افسوس که مجبور شدم که اینه برای شما آگاه کنم. گفت من وظیفه دارم که روز در مخلوق خدمت کنم، شب در خالق خدمت کنم. حضرت گفتن من این روز خود 24 ساعت از 24 ساعت تو تقسیم کردم، روز در مخلوق ها و شب در خالقم خدمت کنم. افسوس گفت من این خواستم این سیر پوشیده نگه دارم تا که از اجرش به نصیب نشوم، لیکن مادام مجبورم ساختید من تا سحر در ذکر پروردگار خود مشغول هستم که این مسئولیتی که من دارم بالای این رعیتی که من میر هستم، رئیس هستم، نزد پروردگار چی جواب می گفته باشم. سوم گفتن در یک ماه چرا یک روز تعطیل برای خود اعلام کردی؟ حضرت سعید ابن عامر گفتند این شم خواستم که پوشیده نگه دارم، لیکن افسوس که مرا گفت آشکار کردید. روزی در یک ماه یک روز گفت من روزی لباس شویی دارم، روزی هست که من لباس پیشم
و روزی هست که یک ماه عملهای خود من ورق میزنم کدامش درست است کدامش نادرست است. خود من محاسبه میکنم، خود من در حسابات میگیرم. یک لباس دارم گفت حضرت، اینا میشویم تا این خشک میشود خود روز بیگاه میشود. از این خاطر گفت من یک روز برای خودم چیکار کردم؟ روز تعطیل اعلام کردم. حضرت عمر گفتند ای مردم، گفتند این پیشوای خدا احترام کنید. من میدانستم که در فراست خودم گو غلط نمی کنم، من آدم شناس هستم. و این سعید ابن عامر گفت ارزنده هست که در بالای شما حاکم باشد به قدر او رسید. حضرت همگی را جواب دادن از پیش خود. ترس خدا را بینید در شخصانی که امروز مسئولیت دارند، امروز رهبری دارند. این قصه ها را برای آن من میارم که مؤمن های حقانی را ما و شما شناسیم که خداوند انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمن ها کسانی هستند که اگر امرهای پروردگار در محضر آنها، در پیش آنها گفته شود، دلهای آنها باید ترسان باشد. سعید ابن عامر چی وادار ساخت که از خدا اینقدر ترسد؟ یا حضرت عبدالله ابن عمر که با این چوپان که روپرو شد، این چوپان چی مجبور ساخت که از خدا ترسد؟ در بخاری و در مسلم روایتی هست که یک مرد خیلی میگه در نفس خودش ظلم کرده است، یعنی خیلی گناه زیاد کرده است، در برابرش با عبادت هم کرده است. و فرزنداش وصیت کرد که فرزندهایم گفت وقتی که من از دنیا میگذرم انا همین جسدی مرا گفت بعد جنازه کردن قبرستان نبرید. گفت چیکار کنیم؟ گفت اینا در آتش سوزانید. این روایت هم بخاری است هم مسلم است. در آتش سوزانید گفت و اینا گفت به خاکستر مبدل گردانید. نصف این خاکستری گفت جسدی مرا در بحر، نصفش گفت در بیابان پرتایید که تا که مرا پروردگار جمع کردن نتواند. چی میداند پروردگار؟ هر یک ذره که در روی زمین است، هر یک استخوان خاک شده را پروردگار جمع میکند روز قیامت. فرزنداش این وصیت پدر میگه اجرا کردن. وقتی پروردگار میگوید این شخص آن گردهایی که در بحر پرتافته شد و در خشکی پرتافته شد همش جمع کرد و این شخص را مکمل ساخت. از او پرسید لما فعلت هذا؟ الله میگه از این پرسید چرا این خیل کردی؟ چرا جسدت فرمان دادی، سپارش دادی، وصیت کردی که سوزانن این خاکستر شد در بحر و در خشکی پرتایند؟ چرا این را کردی؟ این مرد میگوید با همون اعضاهای میلرزیدگی خود از پروردگار چی گفت؟ من خشیتک یا ربی و انت اعلم. پروردگار گفت تو میدانی من اینو با آن خاطر سپارش دادم که از ذات تو میترسم که در پیشگاه تو راز شوم. رسول اکرم میگه فغفر له. پروردگار وقتی این میگه کلمه را از زبان این شخص شنید که این سپارشی که من دادم از ترسی تو بود، ای پروردگار، الله را خوش آمد و گناهاش مغفرت کرد. به سبب چی؟ به سببی که از پروردگارش ترسید. در بنی اسرائیل مردی بود. این قصه ها را من برای اون میگویم که قصه در ذهن انسان بسیار می نشیند. قصه را انسان فراموش نمی کند، لیکن بازم فراموش نکردن از اینها باز میگویم که باید ما درس گیریم، باید عبرت گیریم. در هر حالت نباشد. من احسان در اول صحبت تعلیل کردم ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک.
احسان چی بود؟ احسان این بود که پیغمبر خدا گفت شما پروردگار را چنان عبادت کنید که همچنانی که وی میبینید، اگر چنده که شما وی نمیبینید فانه یراک، وی شما را میبیند. انا ما و شما باید چی در آشکارا چی در پنهانی، چی در شب چی در روز، چی در شهر خودمان چی بیرون از شهر خودمان، از پروردگارمان ترسان باشید. یک تاجر بود، بسیار مالدار بود. بناگاه میگوید در همون بنی اسرائیل یک قحطی آمد، یک گرسنگی آمد. یک زنی بود خیلی سرعیال بود، شوهر نداشت، فرزندای زیاد داشت. نزد این مرد تاجر آمد، گفت میخواهم که از مالت چیزی برای من برخوردار کنی، زیرا فرزندای زیاد دارم، در خاندان هیچ فرزندم کاری نیست، کار نمیکند، شوهرم ندارم. این تاجر به انصاف گفت با شرط برای تو پول میدهم که اگر گفت من از نفس تو استفاده برم، با من گفت همخوابه میشوی، هر چی دارم از دولتم برای تو میدهم. عیال ترسید، پس کش از خانه این تاجر بیرون شد، آمد خانه که کودک ها دست مادر را نگاه کردن که خالی از فریاد زدن. مادر گفتن چیزی بیار، چیزی بیار که ما گرسنه ماندیم. مادر باز میگوید از خانه بیرون شد، بجز خانه همون تاجر دولتدار میگوید دیگر کسی مالدار نبود. باز خانه اونده میگوید مجبور بیچاره باز داخل شد. گفت برای من مال نصیب گردان، فرزندهایم داد و فریاد دارن، رحم کن. میگوید گفت رحم زمانی میشود که اگر از نفست من برخوردار شوم. زن میگوید ناچار گفت من تیار هستم. میگوید این مرد تاجر به نزدیک این زن آمد، وقتی میگوید دستش به وجود همین زن خواست دراز کند، مثل که یک انسان تاک میزند که وجود میلرزد. این وجود زن میگوید میلرزید. این تاجر گفت چرا اینقدر بدن تو میلرزد؟ گفت به خدا قسم، گفت این عملی که الحال ما و شما رو پرو میشویم چه عملی زیشتی هست، من از پروردگارم گفت میترسم. صاحب کتاب امام غزالی که در مکاشفت القلوب میگوید همچنان وجود این زن میلرزید که گویا که رگ از رگ میکنده باشد. این مرد میگوید به خلاصه آمد که این زنی که مال ندارد، خانه ندارد، شرایط ندارد، بازم این گو از خدا میترسد، پس من احق‌تر هستم که از پروردگار من ترسم که صاحب مالم هستم، خانه هم هستم. و این مرد میگوید گفت منم گفت از پروردگارم میترسم و برای این زن میگوید چیکار کرد؟ مال نصیب گردانی. ببین به خاطری که باز همون آیت طلاق و یرزق من حیث لا یحتسب و ما یتقی الله یجعل له مخرجا. جنازه بعد جمعه. بعد آنی که این زن میگد وجودش یک ترس فرا گرفت که به زنا نزدیک نشود، این مرد میگوید ترس این زن که دید، لرزه این زن که دید، اینم پروردگار هدایتش کرد و از خدا ترسید و به این زنا قدم نزد و بازم این زن سائل، این زن بیچاره و فقیره باز یاردم کرد. برادرای عزیز، جوانایی که امروز در پیش من چند مکتوبه های وجود دارد که جوانایی که امروز هم نماز میخوانین و هم زنا میکنین، از خدا بترسید. باور کنین ظاهرای حدیث، در حدیث هایی که میخوانیم که حتی که شخصی که زنا میکند اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن خرج منه الایمان، ایمانش در وجودش نیست دیگر. در حالتی که تو
بالای زنا هستی یا زمانی که تو را در ماشین خود سوار کردگی، الک یقین دان که در همون حالت ایمان در وجود تو نیست. میگوید که ذلتی در مشکات هم میآید این حدیث، بالای سرش میگد همون ایمانش مثل سایه میایستد. فاذا رجع من ذلك العمل رجع الیه. اگر همین جوان بعد شنیدن این قصه ها و این خدا ترسی ها اگر اصلاح شود و به سوی پروردگارش از زیناهای میکردگیش یا در حالت زیناش از پروردگارش ترسد و رجوع به سوی خداوند کند، ایمان در وجود او داخل می شود. و الا اگر نیتش همین باشد که زنا را تا وقتی که از پا نزنم بس نمیکنم و در برابرش نماز خواند، نمازش هم در نزد خدا قبول نیست. این نماز هم در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. خداوند در قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه فاحشة و ساء سبیلا. پروردگار میگوید ای بندگان من به زنا نزدیک نشوید، زیرا زنا بسیار کاری بد است و چی یک بد راهی هست. ما و شما را پروردگار میگوید نزدیک بر زنا نشوید. اسلام آن عملهایی که انسان به زنا آورده میرساند حتی همونها را مسدود میکند، مثل نظر کردن. شاعر عرب میگوید کل الحوادث مبدأها من النظر، کل حوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر الشرر. شاعر عرب میگوید که این یوسف قرضاوی هم در باب زنا کتاب حلال حرامش یادش میکند، میگوید همه حادثه هایی که جوانها در زنا مبتلا میشوند اولش از نظر کردن سر میشود. اولش از نظری که ما و شما به سوی آن زنهایی که بیگانه هستن برای ما نظر میکنیم، اولی میگد شروع زنا از همین است. و حضرت یک تشبیه آوردن که و معظم النار من مستصغر شرر. و ببینید میگن همین آتشی که خیلی کلان میشود اولی پیدایش میگوید از یک ذره‌چه آتش است. ببین ما و شما همون گوگرچویی که در میدهیم اولش اگر نظر کنیم یک خورده کک است، لیکن وقتی آتش میزنیم میدانها را همه را آتش میگیرد. اولش از چی بود؟ از آتش خرد بود. همین زنای کلانی که خیلی گناهی وزنین است اولش از چی سر می شود؟ از نظر کردن است. خدا رحمت کند دیگر شاعر عرب هم می گفت است نظرتون فابتسامتون فسلامون و کلامون فموعد فلقا. بین میگوید اول شروع از زنا از نظر سر می شود. فابتسامتون بعد نظر که کردی میگد دویومش میگد پیدا میشه، این تبسم است. وقتی نظر کردی به سوی همون زنی که برای تو حرام است با او صحبت کردن، با او سلام کردن، با او نظر کردن، وقتی تو نظر که کردی بر او، شیطان چیکار میکنه؟ در وجود تو وسواس بیدار کردن میگیرد. نظر که کردی میگه دویوم فابتسامتون، الک تبسم پیدا میشود، یک دیگر که تبسم میکنین. فسلامون سو میگه الک با دست به دست سلام میکنین. فکلامون الک شما گپ زدن الک شروع میکنین، با یک دیگر صحبت کردن میگین. فموعیدون پنجم شاعر میگه الک شما جای وعده را، جای خلوتی را برای خودتان اعلان میکنین. فلقا ششمش الک شما از زنا مبتلا میشوید. رسول اکرم حضرت علی را گفتن لا تتبع نظرت نظرت فإن لك الاولى وليست لك الاخر. علی گفته یک بار نظری که تو به زن نامحرم میکنی وای برای تو گناه نیست، لیکن دویم نظری که تو الکی میکنی این چی هست؟ این به ضرر تو حل میشود. برادرای عزیز، امروز اگر چنده که بعض تاجیکان ما و شما لباس ملی خودشان هم پرتافته باشند، بعض تاجیکان ما و شما هم امروز اگر شناخته نشود که این تاجیک است یا غیر تاجیک، امروز همون لباس هایی که ما و شما داشتیم اون لباس ها را پرتافتند، گویم آب و روی تاجیک ما و شما را ریزانیدن، شما با این گونه زنها نظر نکنید
که از نظر کردن علاقه شروع می شود. اما زنا هم از همین لباس های نادرستی که امروز زنها و خواهرای ما و شما می پوشند انا همین است. وای برای چی اینقدر لباسی تنگ را می پوشد که تمام وجودش در بیرون نمایان است؟ تمام وجودش. وای برای مست کردن جوان هاست. وای برای شما را بیدار کردن است. اگر باور کنین عادی کرده گویم همین خیل زن برابر دیدن اگر مرده نباشی شهوتت کشاده می شود. می بینی زنه همه نمایان است. انسان در حال شهوت کشاده می شود، زیرا شیطان هم وسواس میکند شما را. وقتی شما در دست که به این میزنید که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. حضرت خداوند یاد میکند که مثال شیطان که برای شما میگوید کافر شو، زنا کن، عرق نوش، هر کاری که امر پروردگار در اون نیست انجام ده. وقتی انجام میدهی شیطان چی میگوید؟ این بریء منک، من از تو بیزار هستم. این اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار میترسم. این از سرچشمه هر یک زنایی که در جوانای ما و شما پیدا میشد. خیلی با احتیاط باشین. امروز خدا نگه دارد این رئیس جمهور ما و شما را. تا دیر زمان در کدام دولتی می رفتیم اگر می گفتی تاجیکستان، باور که همین کشورهای روسیه در خدمت کردیم، تاجیکستان می گفتی وای نمی شناخت، وای می گفت تشکین تا می شناخت، تاجیکستان نه. لیکن امروز تاجیک ما را روی دنیا می شناسد. در تمام جا این مرد عاقل، این سرور دولت ما و شما را معرفی کردگی است که تاجیک کی است. وقتی اونا می آیند این تاجیک را می بینند حیرت میمانند که این تاجیک است یا از ملت خود ماست که لباس او را از لباس ما فرق کننده باشد. ما لباس داریم به خودمان. در اینا دادرای عزیز، برادرای عزیز، باید ما و شما سعی کوشش داشته باشیم. یک مجلس دولتی در خوجند گذشت. وقتی ما در خوجند بودم نماینده های کلان دولت در اونجا اشتراک داشتن. برای چی رفتن؟ برای که زنهای تاجیک خودشان در دولت‌های عرب برده تن فروشی میکنند. اونها را این حکومت غمخواری کرده است. قریب 500 نفر او را به تاجیکستان آوردند. باز بهر ما پیشواها سفارش دادند که در باب این مسئله بسیار صحبت کنید. شرمنده کردن مردم تاجیک. حکومتدارای ما و شما، پیشواهای حکومت امروز غمخوار این ملت هستند. ما خودمون بعد چرا؟ ما هم که ملت تاجیکیم، چرا غم این ملت نخورید؟ یکم نشانه مؤمن چی بوده است؟ این بوده است که از پروردگارش ترسد. از پروردگارش ترسید. این یکم نشانه هست که تو مؤمنی. اولئک هم المؤمنون حقا. الله در آخر این 5 صفتی که بیان میکند، الحال من یک صفت برای شما بیان کردم. این 5 صفتی که الله بیان میکند که مؤمن ها کیا هستند، آخر ده میگوید اولئک هم المؤمنون حقا. کسی همین 5 خصلت داشته باشد، 5 صفت داشته باشد، مؤمن های حقانی هستند. برای همین ما و شما کاری کنیم که از این 5 صفت برخوردار باشیم. ان شاء الله من شاید جمعه دیگر با پررگی این 5 صفت برای شما معین میکنم و بعدا اون موضوعایی که داشتیم ان شاء الله برای شما صحبت میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا ان شاء الله برادرایی که خیر احسان کردن من برای شما میخوانم، در حقشان دعا میکنیم. در حق زن اکای سرخان که از این محله پهلوی ما هست که از دنیا گذشتن و 40 سامانی برای همین مسجد تقدیم کردن و دختر از دنیا نورلمینوف از اینجا از نزدیکی هم گذشتگی بوده است. 30 سامانی آوردن که جنازه‌شان در همین مسجد خوانده بودیم. در حق پسر دعا کنید که 9 قالین آورده است. اینجا یک مادر دیگر ساجده ما میگویند یک فرزندشون از دنیا گذشته است. خیلی گویم باور کنین میگه خسته شده است، خیلی
غم کلان فراش گرفته است از حساب فرزند گذشتن و دیروز 9 قالین برای همین مسجد آوردن که بالاش شما نماز خوانین. خوش به حال این مادر. و برای این مادر من اینقدر گفتنی هستم که در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. این دنیا در دلی بیغم نیست، این دنیا در همه غمدار است. این دنیا البته به البته یک روز شادی داشته باشد 10 روز دیگرش غم و اندوه است. از این خاطر مادر عزیز باید غمدار نباشی، باید شکرانه به سوی پروردگار کنی. الله در قرآن برای این مادر و دیگر مادرهایی که فرزنداشون از دنیا میگذرد سپارش میدهد: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اگر مصیبت و ازنینت آمد، اگر بچه دوستدارت یا بچه قاری قرآنت یا دختری با سترت از دنیا هم که گذشت، از سوی پروردگارت مدد طلب کن، فقط به نماز و به صبر، فقط به نماز. از سوی پروردگارت نماز خوان و از پروردگار طلب مدد کن که خدایا در این مصیبتی و ازنین مرا یاری رسان باش. از این خاطر هر یک مادر باید که با نماز در این مصیبت ها باید چیکار کند؟ صبر کننده باشد. در حق استا غیرت خدا رحمتشون کند، از طرف خیرمن هستن، اینم 10 سامانی آوردن که در حق اونم دعا کنید، در حق پدرشون دعا کنید. و اینجا اکی نورالله هم از همین محله ما هست، 50 سامانی فرزنداش روان کردن که در حقش دعا کنید. اونم یکی از شخصانی بود که در همین قوم ما نماز میخواندن. و ما با یک داملای خیلی کلان تفسیر آسان بیان ابو علام الدین که نامی اساسیشان فیض الله بود یا فیض الدین بودن، نام اساسیشان ابو علام الدین، این تخلصشان بوده، صاحب تفسیر آسان بیان. اون کس قدیما در همون قیراقوم بیچاره ما را مهمانداری کرد و 6 کرابکه کتاب روان کرده است، تفسیر آسان بیان، که در همون مردم تقسیم کنید. تا حال همون کتاب ها در دوشنبه هست، الحال من پرسیدم نرسیدن. انشالله که همون کتاب ها که آمد همون بیرون در تقسیمشان میکنن، شاید یکان 100 دانه یا 200 دانه کتاب باشد. و یکی از همون کتاب ها را پولش میدادگی هم مردم همین کلاب ما و شما بوده است. گفتن در حق همون هم ما و شما دعا کنیم. اللهم صل و سلم و بارک علیه. پروردگارا این بنده هایی رو که الحال نامش خوانده شد، خیر احسان هایی که انجام دادن، خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردانی و هر مراد و مطلوب هایی که دارن خدای مهربان با فضل و کرم خودت مرادهاشون حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین.